خب نکته‌ای که دوست دارم امروز باهاتون به اشتراک بذارم قضاوت کردن و قضاوت شدنه. من وقتی که مورد قضاوت قرار میگیرم یه احساس درد میکنم توی قلبم از اینکه چطور دیده نشدم و چطور شنیده نشدم و نهایتاً درک نشدم. این چیزیه که به نظرم میرسه و خیلی وقتا این اتفاق از دوستان نزدیک، همکاران نزدیک و افراد نزدیک، حتی خانواده ممکنه اتفاق بیفته و اتفاق میفته. اون قسمت دردناکش مربوط به کساییه که تو حس میکنی که خب بیشتر از همه انتظار داری که بیشتر از همه تو رو درک کنن و با تو همدلی داشته باشن، ولی بر اساس در واقع فکر میکنم که حالا اون بحث همدلی رو به اشتراک گذاشتم. این بحث قضاوت و بحث همدلی انگار که دست در دست همدیگه دارن. یعنی زمانی که من چیزی رو از دوستم میشنوم و برام قابل انطباق با اون برداشتی که از موقعیتش، از اون فضای اون موضوعی که داره راجع بهش صحبت میکنه قابل انطباق نیست، ذهن من میره توی قضاوت. و اینجا شاید مهمترین آگاهی که بتونه توی ارتباطات ما به ما کمک بکنه که ارتباطاتمون در واقع این رنجوندن ها و رنجش ها توش کمتر باشه، اینه که ما همدلانه به موضوع نگاه کنیم. برای مثال دوستی که من فکر میکنم که خیلی وقت آزاد زیادی داره و تصور من اینه، برای مثال شغل نداره، مثلا مجرده، مثلا توی خونه پدرش زندگی میکنه و از در واقع سرویس های خانواده استفاده میکنه و تصور من، اینا مثاله، تصور من اینه که خب وقت آزاد زیادی داره و اگر که یک زمانی من ازش بشنوم که وقت ندارم که این کار رو انجام بدم، خیلی محتمله اگر همدلانه به این موضوع نگاه نکنم، خیلی محتمله که ذهن من بره توی این قضاوت و خب حالا چون فضای دوستی و ارتباط دوستی هست اینو بهش اعلام کنم که مگه تو چه کار داری که میگی وقت ندارم، مثلا مثل من مگه بچه داری، کار داری، نمیدونم و همه این چیزها. و این خب ممکنه که با توضیحاتی از طرف فرد مقابل مواجه بشه که خب نه من اینم اونم این کارو دارم و الی آخر. ممکنه هم که سکوت کنه، کما این که خب مثلا من خیلی از موقعیت ها سکوت میکنم ولی اون درد رو توی قلبم حس میکنم که چطور دوست منو قضاوت کرد و همدلانه با موضوع برخورد نکرد، در حالی که برخورد همدلانه اینه که من بپذیرم از توی دوستم که وقتی میگی وقت ندارم، حتی اگه برای من قابل درک نیست، بپذیرم و همراهی کنم باهات که اوکی، پذیرفتم چون تو گفتی و حتما تو اینطور فکر میکنی. میتونم به نحو دیگه‌ای با این موضوع برخورد کنم، بسته به فضای اون رابطه داره که خب ممکنه ما خیلی صمیمی باشیم، تو خیلی از موقعیت‌ها به هم دیگه بتونیم کمک کنیم و بخوایم کمک کنیم و به جای این که قضاوتش بکنم ازش بپرسم که خب موقعیتی هست که من بتونم کمک کنم که وقت آزاد بیشتری داشته باشی و در یه گفتگویی رو باز کنم که شاید بتونم بهش کمک بکنم. ولی اون حس در واقع قضاوت شدنه و حس
رنجشی که ایجاد میکنه این توی اون رابطه اثر میذاره و انرژی ما رو میگیره و اون شفافیتی که توی اون رابطه آدم میتونه داشته باشه رو تحت تاثیر قرار میده. تجربه شخصی خود من که اخیراً اتفاق افتاد و باعث شد که این در واقع ویدیو رو پر کنم این بود که خب توی یه موقعیتی قرار گرفتم که مورد قضاوت قرار گرفتم بر اساس دیتایی که قبلا از من گرفته شد و انگار که توی اون موقعیت به طور معمول حالا خیلی وقتا سطح رابطه و نوع رابطه طوری نیست یا حتی دلت نمیخواد که موقعیت رو توضیح بدی، چون موقعیت برای خودت هم خیلی موقعیت جذابی نیست و توضیح دادنش برای دیگران هم دردی رو دعوا نمیکنه و بنابراین اینجا فقط پیامی که به من داده میشه اینه که شنیده نشدم، درک نشدم، همدلانه با هم برخورد نشد و در ادامه شفاف نباشم انقدر، یعنی اطلاعاتی رو از خودم ندم که بعداً مورد قضاوت و این رنجش قرار بگیرم و این چیزیه که من میگم که توی ارتباطاتمون میتونه اتفاق نیفته وقتی که ما همدلانه برخورد کنیم. میدونم که این شاید روال معمول ارتباطاتمون کمتر بوده، حالا تو فضایی که من بزرگ شدم یا تو محیطی که من بزرگ شدم، ولی میتونم از الان تمرینش کنم و حواسم باشه به این که با موضوعات، با افراد در روابط زمانی که قضاوتی میاد توی ذهنم ازش گذر کنم و یادم باشه که همدلانه برخورد کنم، یعنی حتی اگر که درک نمی کنم، حتی اگر که با منطق من جور در نمیاد، بپذیرم اون بیان موقعیت رو و اگه قراره که و فکر میکنم که میتونم کمکی بکنم به اون موقعیت، در واقع در گفتگو رو باز کنم بدون اینکه حس قضاوت شدن رو به طرف مقابل بدم که اوکی، یعنی شنیدم، پذیرفتم بیانیه تو رو، حرف تو رو پذیرفتم که تو وقت نداری، تو الان امکان اقتصادیشو نداری، تو الان در واقع هر چیزی و حالا آیا من به عنوان دوستت میتونم کمکی به این موقعیت بکنم؟ اینجا اگر که من فضای گفتگو رو باز بکنم، خب فرصت هست که شما بتونی منو بیشتر بشنوی، من شما رو بیشتر بشنوم و در واقع این فضای گفتگو بتونیم به هم کمک بکنیم. امیدوارم که این رو تمرین کنیم برای اینکه بتونیم رابطه های دلگرم کننده تر و همدلانه تری رو داشته باشیم.